بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که در خدمتتون هستیم به عنوان آموزش ما می‌خوایم یه نگاه کلی و اجمالی داشته باشیم در حوزه استاندارد بین‌المللی ایزو 27001 یا به عبارت ساده‌تر همون مقوله ISMS که بسیار باب شده این روزها و دوستان مختلفی به این حوزه گرایش پیدا می‌کنه. چند تا نکته هستش که من می‌خوام در مورد این استاندارد صحبت کنم و در خدمت دوستان باشیم. کلا اگر دوستان آشنایی داشته باشن با این حوزه بهتر میدونن که بحث استاندارد بین‌المللی ایزو آیک 27001 یک اصول و بیسش یک دفترچه است که در این دفترچه تمام موارد مربوط به رعایت این استاندارد و بندهای مختلف این استاندارد رو مطرح کرده و دوره‌های آموزشی که در این خصوص وجود داره یکایک به بررسی این بندهای مختلف در این استاندارد خواهند پرداخت و به صورت اجمالی و با کیس استادی های مطالعه موردی توضیحات بیشتری در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. کلا دوره‌های آموزشی بیس و پایه‌ای که در حوزه ISMS وجود داره به 4 بخش تقسیم میشه. یک بخش اینتروداکشن یا فاندامنتال هست، دوم بخش اینترنال آدیت هست، سوم بخش ایمپلمنتیشن هست و چهارم بخش لید آدیتوری یا سرمایه‌ریزی هست که حالا بخش 2 و 3 یعنی ایمپلمنتیشن و اینترنال آدیت پیش زمینه خاصی نداره، یعنی جابجا هم میتونن باشن. در دوره‌های اینتروداکشن یا فاندامنتال شما با کلیت بحث استاندارد آشنا میشید. در دوره اینترنال آدیت یا ممیزی داخلی فرا میگیرید که اگه بخواید سازمان خودتون یا سازمانی رو ممیزی بکنید که این ممیزی به قول معروف ابزرواتیو هستش یا عرضم به حضور شما ممیزی داخلی پیش از ممیزی اصلی هستش بحث میشه. در مورد پیاده سازی شما پیاده سازی سیستم امنیت اطلاعات رو در سازمانتون فرا میگیرید و در نهایت در دوره لید آدیتوری که دوره اصلی ما هست که بیشتر به این خاطر بحث میشه که شما باید حتما مدرک قابل تایید و استناد رو بگید از سازمانی که اینو براتون ارائه میده، شرکتی که اینو براتون ارائه میده و به همین خاطر هزینه فوق‌العاده زیادی هم داره نسبت به 2 تا دوره‌های 3 تا دوره قبلی. شما یاد میگیرید که به صورت کیس استادی ها و در محیط عملی چجوری با مواردی که پیش میاد برخورد کنید و بتونید مشکلات رو از پیش پا بردارید و در نهایت بتونید به شخص خبره تو این حوزه تبدیل بشید. شما 2 تا به صورت کلی شخصی که تو این دوره ها شرکت میکنه با 2 هدف: یک اینکه خودش بیاد به قالب مشابه و یا ممیز فعالیت کنه، 2 این هستش که بتونه برای سازمان خودش این سیستم رو پیاده سازی کنه و ممیزی داخلی سازمانش رو خودش انجام بده. اگر حالت اول رو در نظر داشته باشه که خودش بخواد ممیز رسمی بشه، باید علاوه بر اینکه این دوره رو میگذرونه و مینیمم ریکوایرمنتش گذراندن دوره سرممیزی هستش، بتونه بر اساس اون جایی که میخواد به عنوان سرممیز با شرکت یا سی دی یا سرتیفیکیشن بادی که میخواد به عنوان سرممیز باش کار کنه، باید چند منده کارآموزی هم داشته باشه، این چند نفر رو که فعلا ما وارد اون مقوله ها نمیشیم. در استاندارد بین‌المللی ایزو 27001 همونطور که صحبت شده شما یه سری در مقدمه همراهی شما یه سری پیش گفتارها و یه سری مقدمات رو دارید همونطور که اینجا مشاهده میکنید که با مفاهیم پایه و مطرح در بحث ISMS شما درگیر هستید. در ادامه این بحث شما میاد کاری که انجام میدید و پیوست ای هستش تمام اهداف کنترلی و به عبارت ساده تر تمام مواردی که به صورت کیس یا موردی باید در موردش بحث بشه در سازمان رو مشاهده می‌فرمایید. کلا پروسه ISMS رو میاد مطرح میشه که همونطور که دارید توی خود بحث خواهید دید و می‌بینید پروسه ISMS فرایند چرخشی هست و یه فرایند به عبارت ساده تر یک باره نیست یا یک مرتبه نیست، یک فرایندی که تعریف میشه از یه جای شروع میشه به عبارت ایجاد میشه، اجرا و بهره برداری میشه، پایش و بازنگری میشه و در نهایت هم نگهداری و بهبود درش اعمال میشه. ما چرخی رو داریم در بحث ISMS به نام PDCA Plan Do Check Act که تو این دوره باید همیشه تو این دورهایی که شما دارید کار میکنید همیشه از به ISMS به چشم یک روال نگاه میکنید، نه یک حرکت یک باره و یک مرتبه. به هر حال شما بعد از اینکه با این مقادیر با این مفاهیم اولیه در بحث ISMS آشنا شدید و روال کلی ISMS رو شناختید، بیس اصلی کارتون بر بحث اهداف کنترلی هست
که 11 هدف کنترلی داره ISMS که همونطور که خواهید دید در انتهای معمولا دفترچه‌هایی که به عنوان هندبوک در زیر دوستان هم با فرمت‌های مختلف که شما میتونید همین دفترچه‌ای که الان من دارم باهاش صحبت می‌کنم، فایل PDF که ما داریم روش صحبت می‌کنیم، از این آدرس تهیه بفرمایید www.anat.ir دانلود فرمایید. شما خواهید دونست که این کارها رو با کلیت آشنایی با این سیستم رو داشته باشید و باهاش پیش برید. این جدولی که من در اینجا در اختیار دارم همون جدولی هست که اهداف کنترلی استاندارد رو برای من اومده صحبت کرده که گفتم ما 11 سرفصل کنترلی هدف کنترلی خاص داریم و به 133 تا کنترل. این مواردی که شما دارید اینجا می‌بینید مثل شناسایی تجهیزات، شناسایی کاربر برای ارتباطات بیرونی، اینها رو ما تحت عنوان کنترل داریم نام میبریم. ولی این عناوین کلی که اینجا دارید می‌بینید مثل A11-4 کنترل دسترسی به شبکه، این بندهای استاندارد هم توی گفتیم 11 تا بند داره استاندارد ایزو 27001 ورژن 2005 و 133 تا کنترل که مثلا در بند مسئولیت کاربرها کنترل هایی که شما دارید به این صورت استفاده از کلمه عبور، تجهیزات کاربری بدون متصدی، خط مشی میز کار. خب یه نداری بیایم بالاتر تا به ابتدای این برسیم. همونطور که دارید میبینید حجم از این دفترچه هندبوک که ما در اختیار داریم و کلا در حوزه ISMS بحث میشه برمیگرده به این کنترل های اهداف امنیتی و بندهای استاندارد. خب همونطور که باز اینجا اومده براتون استفاده کرده در بندهایی که ما از 5 تا 15 این استاندارد اقتباس شده ایزو I1 17799 ورژن 2005 این بندهایی هست اون 11 تا بندی هست که ما در حوزه ISMS باهاش کار داریم. همونطور که گفته جدول A1 اهداف کنترلی و اقدامات لازم. بند اول یا A5 که ما داریم خط مشی امنیت اطلاعاتی که اومده یه سری از بحث‌های کنترل های کارکردی هم اینجا گذاشته سند خط مشی. ببینید ما در بررسی وضعیت سازمان به دو حوزه تقسیم میشه. دو حوزه رو باید سر و کار داریم. یا ما به هر حال در سازمان عدم انطباقی میبینیم بین بندهای استاندارد و کنترل های استاندارد با شرایط فعلی سازمان یا عدم انطباقی با شرایط فعلی سازمان نمیبینیم. اگر هم عدم انطباقی نباشه قاعدتاً یه انطباق و انطباق‌ها برای ما نکته مثبت در نظر گرفته میشه. ولی اگر عدم انطباق باشه عدم انطباق به دو دسته تقسیم میشه: عدم انطباق‌های کلی و عدم انطباق‌های جزئی. عدم انطباق‌های کلی یا عدم انطباق میجر عدم انطباق‌هایی هستش که شما معمولاً با بندهای اصلی استاندارد رخ میده. به عنوان مثال ببینید ما در بند A1511 داریم سند خط مشی اطلاعات که بعد اونجا اومده تو کنترلش اسم برده که آقا شما در سند خط مشی اطلاعاتتون باید توسط این سند باید تهیه بشه، توسط مدیریت تایید بشه و به کلیه کارمندان بیرونی و یا افراد ذی‌نفع این سازمان هم اعلام بشه. حالا اگر ما سند خط مشی رو در سازمان داشتیم و دیدیم مثلا مورد تایید مدیریت سازمان نیست، این رو اصطلاحاً یه عدم انطباق میجر میگیریم، چون موافقت و تایید اولیه سند خط مشی سازمان باید با مدیریت ارشد سازمان باشه. این مدیریت ارشد سازمان هم مدیریتی است که در اون اسکوپی که ما تعریف میکنیم به عنوان ارشد در نظر گرفته میشه. ممکن اسکوپ ما واحد آیتی باشه با مدیریت ارشد اون واحد میشه مدیر آیتی، دیگه مدیر عامل نیست قاعدتاً. حالا اینها مباحثی هستش که در دوره‌های آموزشی به صورت مفصل بهش پرداخته میشه. در قالب دوم شما کاری که میتونید انجام بدید اینه که اگر سند بعد نکته که رعایت کنید این هستش که اگر سندی که شما دارید و اگر عدم انطباقی که شما روش دست گذاشتید رو بخواید به عنوان عدم انطباق میجر در نظر بگیرید، عدم انطباق بزرگ باشه، این عدم انطباقی هستش که سازمانی که شما دارید بهش کار میکنید زیاد اینو بر نخواهد داشت. چرا؟ چون یعنی که یه باگ گنده وجود داره تو این سازمان، مشکل عدیده وجود داره که این سازمان هیچ رویکردی در مقابلش نداره و برای همین سازمان‌ها زیاد به این موافق نیستن. و حالا اینکه یک عدم انطباق رو اگر میجر بگیریم و این میجر بودن عدم انطباق در فرایند ممیزی سازمان باشد، نکته که اینجا وجود داره این هستش که به هر دلیلی وقتی به عدم انطباق میجر بخورید فرایند ممیزی سازمان قطع میشه و شما باید مجدد یه ساماندهی کنید با اون سازمانی، با اون شرکتی که برای سازمان
میخواسته ممیزی رو انجام بده یا اصلا هم سرتیفیکیشن بادی مد نظر سازمان، بعد دوباره هزینهش دریافت بشه و دوباره نیروهاش اعزام بشه. یعنی به عبارتی این فرآیند ممیزی در روز ممیزی اصلی فیل شده. نکته دوم، عدم انطباق میجر یا کوچک یا به عبارتی عدم انطباق بزرگ یا کوچک بستگی خیلی زیادی داره به نظر ممیزی که تو اون سازمان وجود داره، ولی بعضی ها رو نمیشه واقعا چشم پوشی کرد، مثل همین عدم همسو بودن مدیریت با سازمان یا با سرد خط مشی سازمان. لذا اینها مواردی هستش که به صورت مفصل در دوره‌های آموزشی که براتون اسم بردیم و ذکر شد صحبت میشه و دوستان همیشه باید به این اهمیت بدن که این مواردی که وجود داره حتی اگر نخوان مدارکش رو بگیرن تو این زمینه فعالیت کنن، مخصوصا برای افرادی که تو حوزه آیتی کار میکنن، دونستن و رعایتش خیلی خیلی میتونه مناسب و مفید باشه. بسیار خیلی لذت بردیم از اینکه تونستیم یه فایلی رو آماده کنیم که دوستان بتونن استفاده کنن. خوشحال میشیم هر جا سوال یا موردی داشتن دوستان بتونن با این آدرس وبسایت ما به نام anat.ir یا با شماره تماس ما با شماره 893 ارتباط برقرار کنن و پاسخگوی سوالات و نیازمندی‌های آموزشیشون باشیم. موفق باشید. ممنون.